میگم برات سخت نیستش احساسی که یک ماه پیش خرج یکی دیگه کردی الان دوباره خرج یکی دیگه میکنی؟ همون دوست دارم، همون عاشقتم، همون حرفا رو نکن. خودتو لاغر اذیت نکن، لاغر به خودت رحم کن. گرفتی؟ خودت میشکنی این وسط. انتخاب درست بکن. کسی رو انتخاب بکن اگر پشت تلفن حالت بد بود بتونه اینو بفهمه، بتونه اینو درک کنه. کسی رو انتخاب نکن که فقط چهره زیبا داشته باشه، فقط ماشین خوب داشته باشه. بعد یه مدت اینا دیگه برات عادی میشه. کسی رو پیدا کن بغل دست خودت، وقتی نگاش میکنی ذوق کنی، وقتی حالت بده میری پیشش حالت خوب بشه. به غیر از این باشه رابطه طولانی نمیشه، از بین میره، چون برات تکراری میشه. دنبال دختری و پسری باش که بعد مادری کنه، بعد پدری کنه. غیر از اینا سوخته، دووم نمیاره. از من گفتم.